به همه شما سلامتی هستم. زمان می رسد برای 1 ساعت زار می شویم، برای 1 دقیقه زار می شویم و حتی 1 ثانیه در زندگی نقش می بازد. اما ما ساعتها، روزها، ماهها، سالها را پس سر می کنیم، پرواش نداریم. قصه یک بلاگر دختر را برای شما نقل خواهم کرد. دیروز یک نفر بسیار خواهش تماس گرفتن را کرد از خارج. خیلی تماس گرفتیم. یک دختر بلاگر گریه میکرد. من چی کار کنم؟ چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ خدا بر تو صبر دهد. اگر نفری معمادار گویی در زندگی نیست. همه معما دارد، همه دشواری دارد. پایان شب سیاه سفید است. صبر کن. گفت من بیمار شدم، بیماری رگ. همه میدونیم که این بیماری ها عمری طولانی انقدر نمیبینند. از این سبب چی کار کنم؟ هر انسان سالم اگر فکر کند یا اگر کسی به او گوید که تو 1 سال وقت داری، تو 1 ماه وقت داری، یعنی که همان نفری که برای شما معین کردن مهلت شما را چی کار میکنی؟ خودش معلوم است آشکارا چی باید کرد. اینجا شرط نیست ما بیان کنیم. بعد ویدیوهایش را دیدیم. حاضر در ما همین چیز مد است. فقط احترامانه خواهش میکنم. من تنقید کردنی نیستم. فقط این یک گفتار است. گفتار برای همین به نفس کسی نرسد. کمی را میگذارند، بعد چی کار میکنند؟ رقص میکنند. برابر او شعر میخوانند، نغمه و اصول ها میکنند. به مردم پسند است. در حقیقت پسند است. چون گفتیم اطراف این چیزها یا عموما هر کاری که هست اطراف همین بلاگرها، این که موسیقی میمونند، شعر میخوانند، رقص میکنند یا یک رفتار میکنند، هر چی که هست در مدت کوتاه اطرافشان پر است. اما وقتی که نوارهایش را میدیدم خرسند بود. هر گونه لباس ها پوشیده، هر نغمه و اصول به نهایت خوشحال بود. اطرافش اعضایانش یعنی پدپسچگانش خیلی زیاد بود. کجا هستند؟ چرا کسی پهلوش نیست؟ چرا؟ و هر کسی که شما را دوست می دارد، هر کسی که این عزیزترین شما کی است؟ پدر و مادر و دوگانه و هر کی نباشد، تا کجا می رود؟ تا کجا؟ فهمیدید؟ برای همان معنی گفتنی من شاید برای دیگر دختران یک درس بشود. من نمیدونم، لیکن اما باور دارم که اینها این رو همچون درس قبول شاید نکنند و شاید فکر کنند که ما آنها را گنده کردیم یا نسبتشون نه. خدا شاهد است. فقط خواستیم که قصه او را به یاد بیاریم که روز او را خرسند بود. روز او اطرافش پر از پدپسچگ بود. تماشابین زیاد داشت. خرسند بود. رقص میکرد. شعر میخواند. اما اکنون وقتش کم است. چی کار کند؟ آیا رقص کند؟ خرسندیش را ادامه دهد؟ برای همین احتیاط باشید. احتیاط.